سرخط خبرها: حمله موشکی نوجوای عراق به بندر ایلات، مشاور امنیت ملی بایدن به حملات علیه نیروهای آمریکایی پاسخ می‌دهیم و شکست احتمالی اتحادیه اروپا در تحقق وعده ارائه 1 میلیون گلوله توپخانه به اوکراین. به این بسته خبری از پارسی نیوز خوش آمدید. دبیر کل نوجبا از حمله موفق موشکی به بندر ایلات خبر داد و اعلام کرد که جنبش مقاومت عراق پدافند هوایی اردن، عربستان و اسرائیل را ناکام گذاشته. به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی نمایندگی نوجبا در ایران، شیخ اکرم الکعبی در پیامی از حمله موفق و دقیق به اهداف صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد و به رژیم صهیونیستی و آمریکا هشدار داد که شگفتی‌های بیشتری در راه هستند. دبیر کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراق اعلام کرد دلاوران مجاهد علوی در مقاومت اسلامی عراق با لطف و عنایت پروردگار بندر ایلات در فلسطین اشغالی را با موفقیت هدف قرار دادند و از ناب صهیونیسم جنایتکار در اردن و جزیره عربی در رهگیری آن ناکام ماندند. وی در ادامه به سران رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و شریک جنایات اسرائیل هشدار داد که هرگز طعم شادی را نخواهند چشید و تاوان جنایتشان علیه مردم و کودکان غزه را پس خواهند داد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران گفت که اگر حملات علیه نیروهای آمریکایی ادامه یابد به آنها پاسخ می‌دهیم. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود هدف ما این است که نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه محافظت شده باشند و اگر مورد حمله واقع شوند ما پاسخ بدهیم. ما این کار را انجام داده‌ایم و به این پاسخ ادامه خواهیم داد. این مقام ارشد دولت بایدن با خط و نشان کشیدن برای این گروه‌ها و علیه تهران گفت اگر نیروهای وابسته به ایران به حملات علیه نیروهای آمریکایی ادامه دهند ما به پاسخ به آنها ادامه خواهیم داد. سالیوان همچنین گفت که می‌پذیرم میان حزب الله و اسرائیل درگیری وجود دارد و جنگ در غزه ادامه دارد و نیروهای ما در عراق و سوریه به صورت مکرر از سوی نیروهای وابسته به سپاه مورد حمله واقع شدند و ما به این حملات پاسخ دادیم. سالیوان در پاسخ به سوال دیگری درباره تماس‌های آمریکا و اسرائیل با قطر درباره آزادی اسرا گفت آمریکا با قطر در تماس بوده است و قطر با حماس در حال گفتگو بوده و اسرائیل نیز با قطر گفتگو کرده است. آمریکا با همه طرف‌ها در ارتباط بوده است. این ارتباطات با هدف پیشبرد مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها در غزه است. وی اضافه کرد ایالات متحده به کار شبانه روزی برای حمایت از تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌های حماس ادامه می‌دهد. ایالات متحده اطلاعات روشنی در مورد مکان و شرایط گروگان‌ها در غزه ندارد. ما خواهان توقف‌های بشردوستانه چند روزه در زمینه آزادی گروگان‌ها هستیم. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین در پاسخ به سوالی درباره دیدار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با شی جین پینگ که قرار است این هفته در سان فرانسیسکو انجام شود و ادعای حمایت ایران از حملات گروه‌های مقاومت علیه نیروهای آمریکایی در منطقه به تلافی بمباران غزه از سوی اسرائیل گفت بایدن در دیدار خود با شی جین پینگ اعلام خواهد کرد که چین باید مانند هر بازیگر مسئول دیگر برای جلوگیری از تنش‌ها اقدام کند. بنابراین بایدن اعلام خواهد کرد اقدامات ایران که به شکلی تشدید کننده و بی‌ثبات کننده انجام می‌شوند در راستای منافع چین یا هر گونه کشور دیگر نیستند. پیش از این جان کربی، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد که واشنگتن به دنبال درگیری با ایران نیست اما به حملات تلافی جویانه خود برای حفاظت از نیروها و تأسیسات خودش در منطقه ادامه خواهد داد. به گزارش خبرنگار ایرنا، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز دوشنبه به وقت محلی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز آمریکا متعلق به جمهوری خواهان و مخالفان دولت جو بایدن در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه چرا آمریکا پس از حملات متعدد به نیروهای آمریکایی اقدام اساسی علیه ایران انجام نمی‌دهد گفت ما منتظر وقوع یک اتفاق نیستیم. همانطور که در چند روز گذشته مشاهده شد ما مطمئناً می‌توانیم
توانیم حملات تلافی جویانه‌ای را برای محافظت از نیروها و تأسیسات خود انجام دهیم و به انجام آن ادامه خواهیم داد. این مقام کاخ سفید درباره حملات گروه‌های مقاومت علیه پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه در پی حملات رژیم اسرائیل به غزه گفت: این گروه‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید انتخاب کنند. ما به دنبال تشدید تنش نیستیم، اما اگر آنها به حمله به نیروهای ما ادامه دهند، اگر همچنان جان نیروهای ما را به خطر بیاندازند، ما به اقدامات خود ادامه خواهیم داد و برای محافظت از نیروها اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. سخنگوی دولت آمریکا گفت: هیچ کس در دولت این کشور به دنبال جنگ با ایران نیست، اما آمریکا به محافظت از نیروهای نظامی خود در عراق و سوریه ادامه خواهد داد. مجری فاکس نیوز مدعی شد که چرا دولت آمریکا سیلی محکمی به ایران نمیزند، زیرا تهران قصد دارد تنش‌ها را در خاورمیانه افزایش دهد. کربی در پاسخ گفت که نیروهای حاضر آمریکا در خاورمیانه محافظت خواهند شد و دولت آمریکا به منافع امنیت ملی ما توجه خواهد کرد. کربی افزود: پیام برای ایران یا هر بازیگری، خواه حزب الله یا حماس که می‌خواهد این درگیری‌ها را تشدید کند، واضح است. آمریکا این اقدامات را جدی می‌گیرد و ما اطمینان خواهیم یافت که قدرت نظامی لازم برای حمایت از منافع خود را در اختیار داریم. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دوشنبه شب گفت که این اتحادیه ممکن است به هدف خود برای تامین 1 میلیون گلوله توپخانه برای اوکراین دست نیابد. به نقل از یوراکتیو، بورل افزود: صنعت دفاعی اروپا لازم است برای رسیدن به هدف خود برای ارائه 1 میلیون گلوله به اوکراین تا ماه مارس تولید را سرعت بخشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه ضرب العجل 1 ساله برای انجام تعهد ارسال 1 میلیون گلوله توپخانه به اوکراین رو به اتمام است، خاطر نشان کرد کشورهای اروپایی مجبور شدند برای تحقق این تعهد از ماه آوریل تا کنون 300,000 گلوله توپخانه از ذخایر تسلیحاتی خود به کیف ارسال کنند. بورل با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنایع تسلیحاتی در اروپا خطوط تولیدی خود را به سمت تولید مهمات هدایت کردند، اما اعتراف کرد که با این حال شاید نتوانیم وعده ارسال 1 میلیون گلوله توپ به اوکراین را محقق کنیم. به نوشته یوراکتیو، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد شدند تا پایان مارس 2024 1 میلیون گلوله توپ به کیف بفرستند تا به اوکراین در مبارزه با نیروهای مسلح روسیه کمک کنند، چرا که در حال حاضر حجم آتش توپخانه روسیه 10 برابر حجم آتش توپخانه اوکراین است و به ازای شلیک هر یک گلوله توپخانه از سوی ارتش اوکراین، ارتش روسیه 10 گلوله شلیک می‌کند. با این حال مقاومت صنعت دفاعی اتحادیه اروپا در جهت‌دهی دوباره خطوط تولید خود برای تامین اوکراین به جای مشتریان اصلی خود و نیز بیمیلی آنها به سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولید اضافی برای افزایش کوتاه مدت تولید مهمات باعث نگرانی دیپلمات‌ها و مقامات ارشد اتحادیه اروپا درباره محقق نشدن ارسال 1 میلیون گلوله توپخانه به اوکراین شده است. وزرای دفاع اتحادیه اروپا قرار است امروز سه‌شنبه در بروکسل برای بحث در مورد اتخاذ راهکارهای مناسب برای برطرف کردن مشکلات موجود صنایع دفاعی اروپا در راه تولید مهمات با یکدیگر دیدار کنند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پارسی نیوز همراه بودید.